تنها بازیکنی که تو اولین بازیش برای منچستر هتریک کرد. همه چیز از اون تماس تلفنی معروف فرگوسن با بازیکن 18 ساله اورتون شروع شد. فرگوسن دربارش میگه وقتی خودم با اون پسر تماس گرفتم تا به منچستر بیاد، همکارام میگفتن تو نباید شخصا به یه پسر 18 ساله زنگ میزدی، تو فرگوسنی. بهشون گفتم اما من به یه پسر 18 ساله زنگ نزدم، من با رهبر و اسطوره آینده منچستر حرف زدم. پسر ککمکی و متولد لیورپول که حسابی از تعریف و تمجیدهای فرگوسن از خودش ذوق زده شده بود، تو همون بازی اولش برای منچستر هتریک کرد تا نشون بده اون حمایت‌های فرگی ازش همچین بیدلیل هم نبوده. فرگوسن میگفت تو اون سالا ستاره‌های زیادی به منچستر اومدن و رفتن، اما رونی با همه‌شون فرق داشت. اون بیشتر از این که به فکر آمار و جوایز فردی خودش باشه، تمام فکر و ذکرش موفقیت منچستر بود. گاهی مثل دفاع آخر قلدر توپ میگرفت، گاهی مثل پلی میکر تمام عیار پاس‌های دقیق و میلیمتری میداد و هر وقت تیم احتیاج به گل داشت از هر جای زمین که اراده میکرد تحت هر شرایطی گل میزد. اما با وجود تمام از خودگذشتگی‌ها و فداکاریاش برای تیم، با آمار فوق‌العاده 253 گل بهترین گلزن تاریخ منچستر شد و تو انگلیس و اروپا با منچستر به تمام جام‌های ممکن رسید. حالا همه این اتفاقات باعث شده تا خیلی‌ها اونو حتی بالاتر از تیری آنری، بهترین بازیکن تاریخ پریمیر لیگ بدونن. حالا نظر شما چیه؟ وین رونی بهترین بازیکن تاریخ پریمیر لیگه یا تیری آنری؟ تو کامنت ها بنویسید.